من میخوام توی این ویدیو بهت یاد بدم چطور فقط توی 5 قدم بتونی ذهنت رو آزاد کنی و یک برنامه‌ریزی هفتگی اصولی و قابل اجرا بنویسی. اگر میخوای این برنامه رو داشته باشی تا آخرین ویدیو رو ببین. سلام، من پروین هستم، مدرس و کوچ توسعه فردی. دوستان، توی این ویدیو میخوام به عنوان منتور و کوچ شما باشم و بهتون کمک کنم تا یک برنامه هفتگی قابل اجرا توی 5 مرحله بنویسید. تمام این مراحل از تکنیک‌های علمی گرفته شده و من توی پروژه‌های کوچینگم برای مخاطبانم از این روش‌ها استفاده می‌کنم و تا الان نتیجه خوبی داشته. این 5 مرحله به این صورت هستش. مرحله اول هدفگذاری و تخلیه ذهنی. قسمت بعدی تخلیه ذهنی برین دامپ هستش. شما هر آنچه که توی ذهنتونه نسبت به کار شخصی، کاری و یادگیری می نویسید. هدفگذاری به صورت اسمارت به این صورت هستش که خود اسمارت از 5 واژه تشکیل شده. خلاصه 5 واژه است. اولی specific، یعنی هدفت باید مشخص و شفاف باشه. من میخوام برای این هفته چه مهارت‌هایی یاد بگیرم، چه جلساتی باید داشته باشم، اینها رو مشخص میکنید. بعدی measurable، یعنی قابل اندازه‌گیری باشه. شما باید بدونید که برای یادگیری یک مهارت یا هر هدفی که دارید باید دقیقاً قابل اندازه‌گیری باشه پیشرفتتون. در نهایت در آخر هفته بتونید پیشرفتتون رو اندازه‌گیری کنید. من چقدر پیشرفت داشتم. بعدی achievable، یعنی قابل دستیابی باشه. نباید غیر واقع بینانه باشه. یک هدفی بذارید که برای یک هفته باشه، نه یک کار 1 ماهه یا 2 ماهه رو بخواید توی یک هفته انجام بدید. اغلب اوقات ما تخمین درستی از اهدافمون نداریم و در نهایت دلسرد و سرخورده میشیم و نمیتونیم کارامون رو انجام بدیم. در ادامه بهتون میگم که برای اینکه بتونید یک تخمین درستی داشته باشید چه کاری باید انجام بدید. بعدی relevant، یعنی مرتبط باشه. دوستان، ما هدف هفتگیمون رو بر اساس اهداف بلند مدتمون میچینیم. یعنی هدف هفتگی ما مرتبط با اهداف 1 ساله ما باشه. سال بعد میخوایم کجا باشیم؟ چقدر سرمایه گذاری کنیم؟ توی کارمون چقدر پیشرفت کنیم و به چه چیزهایی برسیم؟ هدفمون باید در جهت اهداف بلند مدتمون باشه. یعنی من میخوام یک مهارتی یاد بگیرم، میخوام مهاجرت کنم، این مهارت زبان جدید باید در جهت هدف 1 ساله من باشه. یا میخوام جلساتی بذارم، جذب سرمایه داشته باشم و اینها باید در جهت رشد کسب و کار من در 1 سال آینده باشه. و آخری تایم باوند، یعنی زماندار باشه، ددلاین داشته باشه که خب ما اومدیم و هفتگی این رو قرار دادیم، اما باید توی این 1 هفته هم مشخص کنیم که چند ساعت میخوایم برای این هدفمون بذاریم، چه روزهایی و چند تا جلسه باید داشته باشیم. اینها رو باید مشخص کنیم. قبل از اینکه ادامه بدیم میخوام بهتون بگم که باید یک دفتر برنامه‌ریزی و یک خودکار با خودتون داشته باشید. ما بدون نوشتن نمیتونیم یک برنامه‌ریزی خوب داشته باشیم. خب قسمت بعدی برین دامپ، تخلیه ذهنی هستش. در این مرحله شما هر آنچه که توی ذهنتون هست، ذهنتون رو درگیر کرده، هر کاری چه مربوط به هدفتون باشه چه نه می نویسید. به این مرحله برین دامپ میگن، یعنی تخلیه ذهنی. تا وقتی شما ذهنتون رو تخلیه نکنید، روی کاغذ نیارید، اون بار ذهنی که کارهای نیمه تموم داره یا حتی کارهای کوچیک نمیذاره شما جلو برید. این بار ذهنی سنگین جلوی خلاقیت و تصمیم گیری های شما رو میگیره. حتی شما یک کار کوچیک مثل جابجا کردن یک گلدون توی خونه هم اگر توی ذهنتون هستش بنویسیدش. این روش تخلیه ذهنی توی روش‌های برنامه‌ریزی متعدد به کار میره، مثل GTD، مثل بولت ژورنال و مرحله بسیار مهمی هستش. و بعد میاد جلوی هر کدوم از اینها می نویسید که این کاری هستش، شخصی هستش، یادگیری هستش یا پروژه‌ای هستش. مرحله بعدی اولویت بندی کارها و فیلتر هستش.
یعنی شما میای با روش ماتریس آیزنهاور اولویت بندی میکنی و بعد یک سری از کارها رو فیلتر میکنی، یعنی حذف میکنی یا برای هفته‌های بعدی منتقلشون میکنی. ماتریس آیزنهاور کارها رو به 4 قسمت تقسیم میکنه. میتونید یک جدول بکشید و هر کدومش رو تو یک ستون قرار بدید. اولی کارهای مهم و فوری هستش. اینها باید انجام بشن. دومی کارهای مهم و غیر فوری هستش. مهمه ولی فوری نیست. اینها باید براشون برنامه‌ریزی بشه. باید به هفته‌های بعد منتقل بشن اگر لازمه. بعدی کارهایی که مهم نیستن اما فوری هستن. اینها رو میتونید واگذار کنید. یه سری کارها ما داریم همیشه که فوری هستن، باید زود انجام بدیم اما خیلی مهم نیستن، یعنی در جهت اهداف مهم ما نیستن. اینها رو میتونید واگذار کنید و در نهایت کارهایی که نه مهم هستند نه فوری، اینها باید حذف بشن. هر کدوم از این تسک‌ها رو میتونید با نمادهای رنگی انتخاب کنید و کنار اونها بذارید. اینطوری ذهنتون نظم بیشتری پیدا میکنه. این روش هم به طور گسترده توی روش برنامه‌ریزی بولت ژورنال استفاده میشه. اگر میخواید که توی اولویت قرار بدم برای ویدیو سازی توی کامنت ها بنویسید. روش دیگه ای که توی این قسمت میشه ازش استفاده کرد برای اولویت بندی روش ABC هستش. یعنی شما کارها رو از مهمترین به کم اهمیت ترین تقسیم میکنید که به نظر من روش ماتریس آیزنهاور روش مناسبی هستش. مرحله سوم تایم بلاکینگ یا بلوک بندی زمانی هستش. شما میای یک جدول میکشی، یک طرفش رو روزهای هفته و سمت دیگه ساعتهای روز. یعنی از ساعتی که از خواب بیدار میشید تا آخر شب که میخواید بخوابید اینها رو بلوک بندی میکنید، بلوک بندی زمانی. من این جدول رو به صورت PDF یا ورد توی کانال تلگرامم قرار میدم فردا ساعت 12. اگر دوست داشتید عضو این کانال بشید چون اطلاع رسانی ها و این نوع فایل ها رو توی اون کانال قرار میدم. شما میتونید این جدول رو به سلیقه خودتون، یعنی ساعت ها رو به سلیقه خودتون بلوک بندی کنید. یعنی اگر بازدهیتون مثلا 1 ساعت و نیم یک ریز دارید کار میکنید، با 1 ساعت و نیم مشخص کنید. اگر 2 ساعت کار میکنید همچنین، یا 1 ساعت. به طور سلیقه‌ای هستش. میتونید این رو که من براتون توی کانال میذارم بردارید و پرینت کنید و بنویسید. اما بهترین روش برای اینکه حاشیه نرید و بهونه نیارید که حالا من میخوام پرینتش کنم و در دسترس نیست، یک دفتر برنامه‌ریزی که بهتون گفتم داشته باشید حتما. توی یکی از این صفحات این جدول رو بکشید و برای خودتون شخصی سازی کنید. خیلی راحته. روی کاغذ هم میتونید انجام بدید. در واقع پژوهش‌ها نشون میده که نوشتن روی کاغذ و تیک زدن کارها تأثیر بسیار مثبتی روی عملکرد ما داره و کارهامون رو قابل اجرا میکنه. چه خوبه که یکی از این جدول‌ها رو هر هفته جلوی دیدتون قرار بدید یا توی دفتر برنامه‌ریزیتون. روش دیگه‌ای که میتونید انجام بدید اینه که توی اپ‌های گوشیتون این کار رو انجام بدید. مثل گوگل شیت یا کلندر و یا توی نوشن. حالا پیشنهاد من اینه علاوه بر اون حتما روی کاغذ و جلوی دیدتون باشه که هر روز تیک اون کارها رو بزنید. همونطور که گفتم تاثیر مثبتی روی ذهن شما و عملکرد شما در ادامه داره. توی این قسمت میایید شما ابتدا وظایفتون رو توی بلوک‌های زمانی می‌نویسید برای کل هفته. حالا به این فکر می‌کنید که ما از کجا درست تخمین بزنیم که یک کاری مثلا 2 ساعت لازم داره توی هفته، مثلا چند ساعت لازم داره، چه روزهایی باید این کار رو انجام بدیم. من جلوتر به شما میگم که یک سری کارها رو باید انجام بدید تا خطای کمتری داشته باشید. نکته بعدی این هستش که کارهایی که مهم و سنگینه و به انرژی و تمرکز بیشتری نیاز داره برای اول صبح و نیمه اول روز قرار بدید. همطور که میدونید اوایل روز ما انرژی بیشتری داریم، بازدهی بیشتری داریم و کارهای سبک و اجرایی رو برای بعد از ظهر، برای نیمه دوم روز قرار بدید.
یکی از کارهایی که من توی پروژه کوچینگم انجام میدم و بسیار مهم هستش، جزئی نگری برای این کار هاست. یعنی شما اگر مذاکره دارید، یک جلسه‌ای برای فروش دارید، همونطور که میگن ساعتهای خوب ساعتهای عصر هستش. برای چنین جلساتی ساعتهای عصر مناسب تر هستش، فقط حواستون باشه اول صبح نذارید. بعضی اول صبح زیاد. نکته سوم بسیار اهمیت داره. برنامه‌ریزی شما، بلوک بندی زمانی شما نباید اینقدر سفت و سخت باشه، انعطاف پذیری داشته باشه. بعضی وقتا ما یک کار فورسی پیش میاد یا اهمال کاری میکنیم، کار رو انجام نمیدیم، میتونیم تغییرش بدیم. توی اون زمان فکر میکنیم یه کار دیگه میتونیم انجام بدیم، البته آگاهانه، و میتونیم ساعتهاش رو تغییر بدیم. نکته دیگه‌ای که بهش باید اشاره کنم دوستان، افرادی که ADHD دارن پژوهش‌ها نشون میدن که اینها از برنامه‌ریزی سفت و سخت بعدشون میاد. افرادی که بیش فعالی نقص توجه هم دارن. خب برای اینکه بتونید مقاومتتون رو کمتر کنید، بهتره که برنامه‌ریزیتون انعطاف پذیری داشته باشه. مطالعات نشون میده که تقسیم بندی کارها به قطعات کوچکتر، یعنی به قدم‌های کوچکتر، باعث برآورد زمانی بهتر و کاهش خطای برنامه‌ریزی میشه. مرحله چهارم، بررسی میانی هفته و تنظیم. اولین کاری که انجام میدید، 1. پیشرفتتون نسبت به اهدافتون رو اندازه‌گیری کنید. چقدر پیشرفت داشتید؟ 2. کارهایی که انجام نشده رو مشخص کنید و دوباره اولویت بندی کنید. 3. در صورت لزوم زمان بندی رو دوباره انجام بدید، اصلاحش کنید. این چه تأثیری برای ما داره؟ ما یک سری کارها رو در طول هفته احتمال قوی نمیتونیم انجام بدیم، به خصوص برای اوایل کارمون، حالا به هر دلیلی. این ما رو دلسرد میکنه، باعث میشه که روزهای بعدمون رو از دست بدیم. یه جور کمالگرایی سراغ ما میاد. وقتی بررسی میکنیم و میبینیم که خب ما یه قدمهایی برداشتیم، یه کارهایی انجام دادیم، در مقابل کارهایی هم انجام ندادیم، خب این باعث میشه که انگیزمون بره بالا، انعطاف پذیریمون بیشتر بشه و روزهای باقی هفته رو بتونیم برنامه‌ریزی کنیم و کارهامون رو انجام بدیم. رسیدیم به مرحله آخر، مرحله 5، بازنگری و انطباق پایان هفته. شما میای و یک سری کارها رو با یه روش خود تنظیمی 4 مرحله انجام میدی که البته من روش ساده ترش رو به شما میگم. آخرین روز تعطیلیتون بیاید و بررسی کنید، ببینید چه کارهایی رو انجام دادید و چه کارهایی رو نه. خب اولین سوال این هستش، چقدر به اهدافت نزدیک شدی؟ دومین سوال این هستش، چه کاری خوب پیش رفت، چه کاری نه؟ و سومین سوال اینه، چه چیزی باید برای هفته بعدی تغییر کنه، چه چیزی حذف بشه و چه چیزی حفظ بشه، تقویت بشه. یکی از موارد خیلی مهم توی این قسمت این هستش که من چه کارهای مهمی رو انجام ندادم و دقیقاً به جای این کار مهم چه کاری انجام دادم. سوال بعدی این هست، چرا کار مهمم رو انجام ندادم؟ آیا میترسیدم؟ اضطراب داشتم؟ برام پیچیده بود؟ هر علتی که داره برای خودت بنویس و اونها رو برای خودت باز تعریف کن، بازش کن. هر چقدر فکر میکنی مثل کلاف پیچیده هستش، بپرس تا به یک جواب درست برسی، به یک جوابی که قانع بشه ذهنت. و اما نکته مهم اینجاست، من به جای این کار مهم چه کاری انجام دادم؟ اغلب اوقات ما میایم کارهایی رو انجام میدیم که مهم هستند اما فوری نیستند، چون میخوایم از کار مهم و فوریمون فرار کنیم و رو میاریم به یک کارهایی که مهمن اما میشه بعدها انجام داد، نمیشه واگذارشون کرد. ولی ما با این کار خودمون رو قانع میکنیم که یک کار مهمی انجام دادیم، توجیه میکنیم خودمون رو. پس حواست باشه توی مسیر هدفت امروز اولویتت خیلی مهمه. اگه امروز اولویت اولتو انجام ندادی، مجبوری برای هفته‌های بعد انجام بدی و اولویت هفته‌های بعد عقب میفته و همینطوری دومینووار شما هدفت رو به عقب میندازی. در نهایت رسیدیم به آخر ویدیو. دوستان چه کاری انجام دادیم؟ ما توی 5 مرحله اومدیم
یک برنامه‌ریزی انجام دادیم. برنامه هفتگی. اهدافمون رو مشخص کردیم طبق اهداف اسمارت و بعد همه آنچه که توی ذهنمون بود برین دامپ کردیم، روی کاغذ نوشتیم. اینها رو اومدیم اولویت بندی کردیم، حذف و اضافه کردیم و بعد توی مراحل بعدی وسط هفته میایم بررسیش میکنیم و آخر هفته هم بازبینی و تنظیم دوباره. برای مایی که توی شرایط گنگ، مبهم و غیر شفاف داریم زندگی میکنیم، شرایط سخت، اهداف کوتاه مدت میتونه نجات دهنده باشه. اهداف کوتاه مدت میتونه ذهن ما رو جمع کنه، چون دامنه توجه ما پایین اومده، تمرکزمون پایین اومده، ما میتونیم با این روش به خودمون کمک کنیم. ممنون میشم که این پست رو لایک کنید و دوستاتون بفرستید. میتونه برای دوستاتون واقعا مفید باشه. بهشون کمک کنید از این روش و اگر میخواید ویدیوهای بعدی رو ببینید منو سابسکرایب کنید. بدرود.